السلام علیکم تماشابینان عزیز. در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکент میزی مدور برگزار می‌گردد. با گزارش ما از این چهاره‌بینی توجه نمایید. بخشیده به 24مین سالگرد روز وحدت ملی در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکент میزی مدور تحت عنوان مادران وحدت سرا برگزار گردید. میزی مدور با سخنرانی رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکент عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده آغاز یافت. باید قید نمایم که وحدت ملی بزرگترین و ارزشمندترین دستاورد دوران صاحب استقلالی کشور می باشد. وحدت برای تمام دولت‌ها و جامعه‌ها مهمترین ارزش به حساب رفته عامل اساسی رشد و کفالت زندگی شایسته مردم است. مردم تاجیکستان به قدر صلح و ثبات خوبتر و بهتر می‌رسند. زیرا صلح بهترین نعمت، آسایش و آبادی، امن و ثبات، مهر و صداقت تحکیم دولت و هستی ملت ما می باشد. اگر ما با وحدت یا که از وحدت سخن گوییم، پیش نظر ما سیموی معمار آن محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امام علی رحمان پیش نظر می آید. شما با خبر هستید که در سالهای 1992 تا سال 1997 پیشوای ملت برای تحکیم صلح و وحدت و ثبات تاجیکستان خیلی خدمت‌های ارزنده کردند و از آن جمله جان به کار گرفته برای گفته شنید صلح با مخالفان و جمهوری اسلامی افغانستان سفر نمودند. محبوبه حبیبی سابقه‌دار حزب در نشست اشتراک نموده و سخن گفت. واژه‌های وحدت، مادر، وطن، استقلالیت واژه‌های واقعاً هم بسیار مقدس است که ما مادران همه این را با یک احساسی گوارای مادری درک میکنیم و باید آن را به فرزندان به نسل امروز آینده از علی مادر سر کرده ترنم نماییم و کودکان را در روحیه وطندوستی زیر غایه وحدت ملی تربیت نماییم. اینچنین ضمن نشست لطفالله برسیبای مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حزب چنین بیان کرد. در ادامه میزی مدور همچنین خدایار و نارینسا، کمال و استاده، خال و حمیده، اشیر و برنا، امانقل و ماهیره، قربان و نصیبه و جلیل و لعبت علاقمند به مسئله محاکمه شونده اظهار نظر کردند. گزارش فرزانه جعفر و شاه حسین صالحov.